سلام رهبرم، ای برتر از جانم، ای تکیه‌گاه ایرانمان. منم از لشکر سوار دلها که عشقش تا ابد حک شد به جانها. من آن بیرق به دست انقلابم، جهانی مانده در بند حجابم. دخت ایران مریم سهرابیم، یه 1080 از دیار باختر بیگدریا، نسرین افضلا و معصومه کرباسیا اومدم تا با شما که از شوق دیدارتون لبریزم به نیابت از همه دخترای این مرز و بوم حرف بزنم. پدر جان، ما خون دادیم، جوون دادیم تا ایرانمون امروز در فراسوی مرزها به نام امام راحل و رهبری چون شما بدرخشه. زمان من داره به پایان میرسه. آقا جون، 1080 با معرفت گفتم به محضر مبارکتون عرض کنم درست کوچیکیم ولی کارهای خیلی بزرگی ازمون برمیاد، رو ما هم حساب کنید. آقا جون، من یه خواسته ای رو داشتم ازتون، اگر لایق بدونید این دختر 1080 شما، دختر کوچیک شما دست خالی به دیار و شهرش برنگرده.